خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون ترقی، به خصوص ویژه برنامه‌ای که امروز در خدمت شما عزیزان میده. خب ساجده صادق هستم در خدمت شما عزیزان و امیدوارم تا پایان برنامه ما تنها نگذاریم. دوستان عزیز، همانطور که به شما قول داده بودیم، امروز در کنار یکی از شخصیت‌های بلندپایه ولایت هرات باستان هستیم و سوالاتی داریم در خدمت از اینا. خب به نظر شما این شخصی که ما میگیم چی شخصی میتونه باشه؟ خب ما در خدمت دکتر صاحب محترم والی ولایت هرات هستیم. خب تشکر میکنیم دکتر صاحب از اینکه وقت خود به ما دادیم و دوستان عزیز منتظر صحبت‌های شما هم که با بتونیم که باز ما اگه کدام گفتنی داریم بتونیم به اینا. بسیار تشکر از شما و عرض سلام دارم خدمت همه بیننده‌های عزیز ویژه برنامه تلویزیون ترقی. خواهش میکنم، ممنون. خب در نخست ما میخوایم که راجع به زندگی شخصی خب با معلومات دیم که چند طفل داریم، اگه طفلای خود طفل بزرگ شما چیکار میکنم، فامیل شما در هرات زندگی میکنم، میشه راجع به زندگی شخصی خب با معلومات بدیم؟ بله، من 2 فرزند دارم، 2 پسر که دیگه طفل گفته نمیشن، هر دو جوانن. پسر بزرگ من 23 ساله هست، فاکولته را خلاص کرده و فعلا در یکی از بانک‌های بین‌المللی به حیث تحلیلگر سرمایه‌گذاری کار میکنه. طفل دوم ما و هم جوان است، صنف 2 فاکولته هست در ایالات متحده آمریکا و رشته اقتصاد درس میخونه. خب دکتر صاحب، ما اصلا وقتی که آمدیم فکر نمی‌کردیم که شما 2 طفل داشته باشیم و نام خدا بزرگ هم باشم. این به سن شما خوب نمیخوره. خب سن من بسیار زیاده، 47 ساله هستم و بسیار وقت ازدواج کرده بودم. طفلای بزرگ داریم و بسیار خوشیم. خب فامیل شما به هرات زندگی میکنن؟ خانواده بزرگ من همه در هرات هستن به جز از پسرای من که به خارج هستن. یکی پیشتر گفتم کار میکنه، دیگری تحصیل میکنه و باقی مانده همه در هرات. در هرات. خب پسرای شما وقتی که اونا به خارج از کشور زندگی میکنن و شما اینجا هستیم، شما گاهی وقتا شده که مثلا احساس دلتنگی بکنیم و بریم به دیدن از اونا؟ بله، حتما آدم طفلای خود دوست داره. همیشه با تماس هستیم، از طریق اسکایپ، از طریق تلفن، از طریق ایمیل و گاهی هم که فرصت میشه به دیدن از اونا میرم یا اونا میاین با هم میبینیم. خب شما آیا فکر میکردیم که یک روز شما به حیث والی ولایت هرات مقرر شه؟ سوال بسیار زیبایه. در سابق نه، در روزی که ما گفتن که والی هرات میشی و فکر میکردم که والی هرات شدم. قبل از او باور بکنید علاقمندی داشتم که والی هرات شدم به خاطر از اینکه بتانم به شهر و ولایتی که زادگاه ما هست یک سلسله کارهای زیربنایی و اساسی را به راه بندازم و این علاقمندی ما و این آرزوی ما تحقق پیوست که خوشبختانه و خوشحال هستم. یک افتخار بزرگ نصیب ما شد که در خدمت مردم خود در ولایت هرات باشم. خب تشکر از شما. میشه به اون بگیم که وقت از این که قبل از این که شما والی ولایت هرات شویم وظیفه شما در دولت بوده یا اگه بوده چی بوده؟ خب من وظایف مختلفی داشتم، در دولت هم بوده، در خارج از دولت هم بوده. اولین وظیفه من استاد بودم در پوانتون پلی‌تکنیک کابل، برای 7 سال درس دادم اونجا. بعداً برای گرفتن دکترای خود به کشور هندوستان رفتم و بعداً دوران مهاجرت بود. از مهاجرت که برگشتم و مؤسسات بین‌المللی مختلف کار میکردم، مثلا به UNDP که یک بخش بسیار بزرگ و انکشافی سازمان ملل متحد است 3 دوره کاری دارم. با مؤسسه بین‌المللی IRD که یک مؤسسه بسیار بزرگ انکشافی ایالات متحده آمریکا هست 3 دوره با اونا کار کردم. یک دوره مشاور جالب رئیس جمهور افغانستان بودم برای حدود 2 سال و بعدا خودم کمپانی شخصی مشورتی خود داشتم، 1 سال در اونجا کار کردم و فعلا هم کارمند دولت در ولایت هرات هستم. خب شما اخیراً در ولسوالیام ما شنیدیم که شما سفر کردیم. خب در این سفرهای خود چی دست آورد شما، یعنی ارزیابی شما از ولسوالی چی بوده؟
خب ولسوالی های مختلف هرات مشکلات خود دارن، امتیازات خود دارن، پتانسیل ها و امکانات خود دارن. در هر ولسوالی این عناصر و این شاخص ها فرق میکنه. مثلا به ولسوالی زندجان مردم بسیار صلح دوست، زحمتکش و بسیار علاقمند به کار و زندگی خوب هستند. دهقانای بسیار خوب داره و محصولات زراعتی بسیار خوب تولید میکنند. به ولسوالی غوریان مردم پتانسیل ها و امکانات دیگری دارند. مردم بسیار با فرهنگ، مردم بسیار علم دوست، مردم بسیار پرپشتکار هستند. بعضی ولسوالی ها مثلا ولسوالی فارسی که رفتیم، ولسوالی بسیار دور افتاده است، مردم بسیار محروم هستند، هیچ کاری بر از اونا نشده تا فعلا و نیاز است که به اونا پروژه بیشتری گرفته شود. مثل از این نمونه هایی بود که من خدمت شما عرض کردم. اما خاطری بسیار خوبی که از همه ولسوالی ها دارم، مردم ولسوالی ها همیشه مردمی هستند که زندگی خوب و راحت میخواهند و به خاطر بهتر شدن زندگی خود یک جا با دولت تلاش میکنند و بسیار با حوصله به قضایا برخورد میکنند. این بسیار زیاد مهمه. از وقتی که شما والی ولایت هرات شدیم چه مدتی میگذره؟ تقریبا کمی بیشتر از 1.5 سال شده که ما والی ولایت هرات هستم. خب از 1.5 سال نسبت به 1.5 سال گذشته، چند سال گذشته که شما فعلا والی ولایت هرات شدیم، در هرات چی فرق‌هایی به وجود آمده؟ خب 1.5 سال به عمر یک شهر بزرگ مثل هرات و ولایت بزرگ مثل هرات مثل یک پرک به هم زدن است. وقت بسیار کمی هست. یقینا یک سلسله کارهای به ادامه کارهایی که همکارای ما پیش از ما انجام داده بودند از جانب ولایت صورت گرفته. مؤسسات مختلف کارهای کردند. بعضی تغییرات بسیار جزئی هم که در این مدت آمده، مثلا پروژه میدان هوایی ما بخش هایی که موقتی هست و حداقل زمینه های خدمات هوایی به هرات مساعد ساخته تکمیل شده. مفکوره های مختلفی برای بازسازی هرات، کارهای زیربنایی جای یافته که از جمله ساختن پروژه بزرگ میدان هوایی است که ماستر پلان تکمیل شده و فعلا روی دیزاین کار میشه. پروژه عملا جریان داره. پروژه بایپاس یا سرکی که از پل هاشمی به میدان هوایی وصل میشه از طریق باغ‌های کریم آباد، پروژهش فعلا در جریان هست. کارهای مقدماتی تکمیل شده و بودجه پیدا شده. و این ترتیب مردم کارهای بسیار زیاده کردن. سرمایه‌گذارای مختلف آمدن، به شرک صنعتی سرمایه گذاشتن. چندین فابریکه افتتاح شده، از جمله 2 خط تولیدی سوپرکولا و چندین فابریکه ذوب آهن و چندین فابریکه دیگر. اینها کارهای ابتدایی است که انجام شده. دهقانای هرات دستاوردهای بسیار خوبی داشتند در سال گذشته و محصولات خود افزایش دادن و راههای بهتر تولید فعلا دارن دنبال میکنن و مهمتر از همه که پارسال 4800 دختر از لیسه‌های هرات فارغ شدن که یک دستاورد بسیار بزرگ برای هرات بود، بی سابقه بود. اطفال ما امروز همه به مکتب میرن و همه مکاتب ما بلا استثناء باز هست برای شاگردا و هیچ ما وضعیت و قضیه نداریم که گویا یک مکتب در هرات بسته بوده باشه. اینا حرفای بسیار خوبی هست که ادامه کار کسانی است که پیش از ما اینجا آمده بودن و راه پیشرفت ترقی برای هرات بنیان گذاشته بودن و ادامه داره. تشکر دکتر سک. خب گفتیم موضوع مکتب رفتن، ما چند مسابقه داشتیم از اطفالی داشتیم که در خیابان زندگی میکردن. اونا گفتن ما به دلیل مشکلاتی که داشتیم نتونستیم مکتب بریم. متاسفانه. خب شما برای آینده از اونا چه تصور دارین؟ یعنی شما میخواین به آینده از اونا چی کار بکنین که اونا یک روشن فکری بنامشه که والی صاحب محترم در فکر ما هم هستن؟ خب همه اطفال افغانستان حق مسلم اینا هست که حتما باید به مکاتب برن. دروازه مکاتب برای از اونا باز هست. من از خانواده های محترم از اونا خواهش میکنم که اطفال خود به مکتب شامل بکنن. ما یک سلسله برنامه‌هایی هم برای از این اطفال در نظر داریم، از جمله از طریق ریاست محترم کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین 2 برنامه هست که اطفال خیابانی را اینا جذب میکنن، شامل مکتب میسازن، برای 2 سال زیر حمایه قرار میدن. اما تعداد اطفالی که بعض خانواده به اساس غربت و فقر به بیرون میفرستن به خاطر غذا
بسیار بیشتر از است که در این چوکاتی برنامه ها بگنجه. ما با وزارت محترم کار امور اجتماعی در این رابطه به تماس هستیم، با مؤسسات بین المللی به تماس هستیم که انشالله در آینده طفل افغان روی خیابان نباشه بلکه در مکتب درس بخونه. تشکر. خب با وجود از این که ما همه روزه شاهد از این هستیم که کسایی که سلاح به دست داشتن میان سلاح میدن تحویل میکنن به دولت، اما هنوز ما در ولسوالی ها، در بعض ولسوالی که خود شما هست کردن، هنوز ما شاهد ناامنیتی های زیادی هستیم. خب من نمیتونم موافق باشم که شاید ناامنیتی های زیادی باشه، اما بعضا در بعضی از ولسوالی ها در جای دور افتاده هنوز گروه های وابسته به سازمان های مختلف تروریستی وجود دارند که میخواهند نظم و امنیت بر هم بزنند، اما در تمام نقاط هرات رفت آمد وجود داره. هیچ نقطه هرات نیست که در اونجا محدودیت وجود داشته باشه و نیروهای امنیتی ما در ولایت هرات برنامه‌های تداوم عملیات های پاکسازی و تصفیه‌آوری را دارند و انشاءالله ما بسیار خوشبین هستم که یک آینده خوب و صلح‌آمیز منتظر هرات است. تشکر. خب یک سوالی که ما میخوایم در کل بدونیم که روابط افغانستان از نظر شما با کشورهای همسایه ما چطوری است؟ روابط افغانستان با کشورهای همسایه از نقطه نظر رسمیات روابط بسیار دوستانه و برادرانه هست و دولت اسلامی افغانستان پالیسی و در برابر همسایه ها، پالیسی حسن نیت و حسن همسایگی، احترام متقابل به استقلال و تمامیت ارضی و اراده ملی همدیگر هست و ما به این سیاست وفادار هستیم و همسایه ما هم امیدوار هستم که در این رابطه ما را همکاری بکنند. خب میرم روی مثال شخصی ما یک خاطره جالب از وقتی که شما والی ولایت هرات شدین میخوایم یک خاطره جالب از شما بدونیم. سوال بسیار سخته گفتیم. بسیار خاطرات جالبی از دوره ولایت در هرات من دارم، اما جالبترین خاطره وقتی است که من با مردم خود میبینم، با ولسوالی ها میرم و محبت مردم نسبت به خود احساس میکنم، برای من قوت قلب میده و برای من الهام میبخشه که من بیشتر از پیش تلاش بکنم به خاطر برآورده ساختن آرزوهای مردم خود که از جمله آرزویشان زمین سازی برای تعلیم و تربیت در همه ولایت هرات است تا دیگر طفل ما در این ولایت به زیر آفتاب یا به زیر سایه درخت درس نخوانه و سقف روی سرش باشه و یا طوری که شما گفتین طفل ما روی خیابان نباشه بلکه جایش در مکتب باشه. خب ولی محترم، یک سوال ما راجع به بند سلما از شما میخوایم بپرسیم که ما هنوزم خب ما طفل عزیز ما روشنی خب دوست دارم، میخوایم راجع به بند سلما کم معلومات بگیم که کار بند سلما به کجا رسید. خب بند سلما یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی در افغانستان هست و اهمیت عزیز که وقتی بند سلما تکمیل شود ما حدود 60,000 هکتار زمین جدید زیر کشت میاریم در ولایت هرات. هزار خانواده به کار مشغول میشن، مقدار محصولات زراعتی بالا میره و محیط زیست در هرات بهتر میشه. علاوه از این که یک مقداری هم برق تولید میشه که 45 مگاوات برقه. فعلا کار به شدت در بند سلما جریان داره و این یک پروژه بسیار بزرگ است که من شما دعوت میکنم حتما انشالله بار دیگه که به سلما رفتم شما رو با خود میبریم که شما عظمت و بزرگی از این پروژه و حجم کار در این پروژه به چشم سر ببینید و این سفر هم بسیار قریب خواهد بود. تشکر، خیلی ممنون. یک سوال دیگه که شما راجع به زمین ها گفتیم. زمین های بعضی کسایی که هستن کم ثروتمندتر بودن و زمین های کسایی که زمین های دولتی از آن خود کردن. میشه راجع به با ما معلومات بدیم که آیا شما راجع به این موضوع کلا معلومات داریم که با ما بگیم؟ ساجدان عزیز و همه اطفال نازنین، دولت در افغانستان صاحب تمام دشت‌ها، کوه‌ها، دریاها و منابع زیرزمینی هست و این عناصر زمین بسیار زیاد هم هست. متاسفانه از وضعیت آشفته 30 سال گذشته و تا حدودی هم آشفتگی‌های حقوقی 10 سال گذشته یک تعداد افراد مغرض
سوء استفاده کردن و از خلاهای قانونی استفاده کردن، این زمین ها را غصب کردن. این زمین ها مال نسل های آینده افغانستان است، مال شماها هست، مال بیت المال هست و ما برای جلوگیری از این برنامه های بسیار خوبی داشتیم و داریم. ما یک کمیسیون مبارزه با غصب اراضی در هرات تشکیل دادیم و بر اساس قوانین افغانستان این کمیسیون فعلا به کارش ادامه میده. چندین قضیه و چندین دوسیه به سازمان محترم استیناف روی جلوگیری از غصب اراضی و اتهام به افراد اشخاصی که دست به چنین جنایت زدن سپرده شده و به نیروهای امنیتی هم دستور اکید هست تا از ساخت و سازهای خودسر در مناطق دولتی جلوگیری بکنند. سال گذشته از جمله 34,000 جریب زمینی که دولت افغانستان از چنگ غاصبین خارج ساخته بود در سراسر افغانستان، 23,000 جریب در ولایت هرات است که انشاءالله سال آینده هم این پروسه دوام خواهد کرد و امیدوار هستیم که زمین‌های دولتی از چنگ غاصبین گرفته شود و به صاحبان اصلی است که اطفال افغانستان و آینده سازان افغانستان هستند تحت قیمومیت دولت دوباره پس سپرده شود. تشکر، خیلی ممنون. دکتر صاحب، پیام آخر شما به بینندگان عزیز تلویزیون ترقی، گفتنی شما به اونا چیست؟ خب گفتنی من بیشتر به اطفال عزیز هست که هر ملت ساخته میشه به دستان شهروندان خود او ملت و اطفال از حال پایه‌گذارهای آینده هستند. باید بیشتر کوشش سر تعلیم و تربیت داشته باشند، چون فقط زندگی بهتر با علم ساخته خواهد شد. این آخرین پیام هست. تشکر، خیلی ممنون دوستان عزیز. این بود ویژه برنامه که امروز در خدمت شما دوستان عزیز قرار دادیم. تا یک برنامه دیگه من ساجده زاده رو تقدیم می‌کنم. الله یارتان، خدا نگهدار. پس از مقام ولایت هرات به برنامه شما انشاءالله یک مقداری از گذشته تاریخی هرات در اینجا نقش شده و این